بچه اومده بود اومدیم با زندگی فوتوری فقط ما تلویزیون نداریم وسط حساب کنم دیگه مثلا توی این کارا کنیم. خب داشت من وقتی که من پول ندارم چجوری بخونم دقیقا؟ داشت همین انقدر پول رو داریم یه تلویزیون بکنم علکی پلکی میذاریم حالا برای فعلا همینطوری خوبه همین هم سرمون زیادیه یکم بشینم حالم خوب بشه خیش کم 2 دقیقه نمیشه خیش یکم چی حالمون خوب بشه باش بیا بیرون خب آقا اولین کاری کنیم باید غذا بخوریم و غذا برای هم نیست لازم نیست این غذای نمکی میزنیم این 30 تا پرپونه خوبه میخورم یه اوه نداری فیلم خواهم که غذا بخورم فکر کنم چی؟ آقا ما غذا رو بزنیم به بدن خب من هنوز نفهمیدم آیا تونستم توی تیم ایرانی بدم یا ایران قبول نکرد آقا ببخشید داشا خب آقا میریم تمرین فوتبال الان اوورالمون 65 آقا مثل همیشه باید بریم تمرین ما واقعا تاوالو نمیجون نکردم اینقدر دنبالی چون نمیدونم چقدر زرد کشیدم یعنی برای این بازی یعنی اینقدر رفتم دنبال این بازی ها خب سب کن من یه حالم یه تقصی هست من انجام الان شبه ساعت چنده 17 به چند میشه 13 14 15 16 17 ساعت الان 5 ظهر یکم فکر میگه یکم باید بشینیم این کاری نه بگو نه باید بخواه فقط یه سوال ما چرا نمیتونیم اینجوری بریم بیرون انرژیمون خوبه بدکم نیست فقط نمیتونم الان برم بیرون عجیبه شهر عجیبه اینجا انگار باید بخوابیم حتی بخوابم انرژیم یکم بره بالا خالا بدکم چه کاری داریم دقیقا؟ او توالت نه بگم منظورش توالته انگار باید بریم توالت تعویزه انگار باید تعویز موتور کنیم حالم اصلا خوب نیست من حالم خوب نشده کنیم خب بشینیم حالم خوب بشه کنم تلویزیونم روشن کنیم بده خب بچه ها میترسن آره یکم بشینیم ببخشید اگه رو مخه نگم صدای گوشیم کم کنم اصلا صدای خودم میده یا 30 سال شما من هست فیلم نمیشه خیلی یکم ها فیلم نمیم تلویزیون بلد میشه تلویزیون چی کار کنم حالمونم زیادی خوب
حال خرابه. سلام آقا، من یه زر میخوام کار، یه قهوه سازی بذارم. سازی نیاز میشه. اینو گذاشتیم. حالا یه قهوه بزنیم به بدن. نه ایوه، انا راستی انا رو یه حالتی. خب اینو بزنیم سبز رو. یه قهوه باید بزنیم به بدن. خب میگه بیا برو اینجا، بعد میگه بیا اینجا. خب آقا تازه به ما اجازه داد بریم بیرون. تازه داره بازی به اون یاد میده. 5 دقیقه. خب آقا ما رفتیم تمرینات. ما متاسفانه تو تیم چجوری شوت زدنش؟ سب کن من شوت گرفتم چجوری شوت زدنش. تازه یاد گرفتم. اینجور که من دیریب نمیزنم. اوف گل بگردم. یه گل مشی زداش و توپشو بگیرم. خب پس میخوایم توپ بگیر باید رو صفحه بزنیم. بعد میخوایم شوت هم بزنیم که بلده. انگار الان شوت بزنم. اوف چه گولی حاجی، چه گولی زدم. جایی که میگه باید سریع بزنیم تو به تو دیریم. یه شوت و توی در بود. نه گل نشد. جایی که میگه باید بزنیم این توی دیریم نشد. خب اینجا از اینجای کار یه شوت با توی دروازه. بچه نمیدونم تو چه تیمی رفتیم، ولی میدونم ایرانی نیست. بابا جره ایران مالا خوب انتخاب نکرد، ولی بدون که به ما درخواست هم میده ما کفشمون رو میده. اگه ما داشتیم الان تمرین کردیم بدون کفش بودیم. نگو بدون کفش بودیم. خب آقا باید لالا پیش کنیم. لالا پیش. آقا فردا صبح فکر کنم باید بریم گشی. آقا اینم چند تا صبح بیدار؟ 8 صبح. حال اون بچه خیلی خوبه، حال خراب نیست. آقا من دشتی گفت بچه ها ببخشید من دشتی میکنم. باید خدا میفرستم شما رو. خیلی خود دشتی. آقا اگه بدونین چه غلط داری میکنی؟ چه غلطی تو خونه من میکنی دقیقا؟ دقیقا تو خونه چی کار میکنی داشت؟ دقیقا تو خونه من چی کار میکنی؟ تربیت باید تو خونه من اول یه قدر نمکی بدم که سیده کنه. یه قهوه نمکی فقط بزنیم خوب. چرا همه‌شون الماسیه؟ من الماس اینقدر نباید هدر میدم. الان انرژیم خوبه دیگه، الان لازم نیست ولی بازی از اون حتما نده. پس این چیز کم میدونم چون الان انرژی مونم خوبه، لازم نداشته ولی بازی مجبوریه. یه گفتم مجبوریه بازی کاش که اینم فونی بود دیگه. بو الماسی باز خیلی بد میشه. باز من الماس از کجا بیارم؟ خب آقا انرژیم صده، حالم صده، غذام هم صده. آقا ببرو که رفتی. از اینجا بعدش امیدوارم بذاره که خودم دیگه فعالیت کنم. خیلی دوست دارم که خودم فعالیت کنم. انگار اولش ما اول درستی من باید یکم تلویزیون نگاه بابا چرا اینجایی کن در رو ببند. من که باید تلویزیون نگاه کنم. داشت فیلم بزن. داشت فیلم ترسناک میزنی سکم بینم نمیشه. اشکال نداره. آقا سکو برنه جان یه فیلم دیگه بزن شاید بترسی. یکم باید فیلم نگاه کنم. انگاری فکر ترسم انجام کنم. ولی کم نگاه کنیم خوب. نه نستم
شیطان صبح و شب روشن نداری. اونتون بیشی تلویزیون خاموش کن. یه سر من تلویزیون خاموش کنم صداش رو مخه. داشتیدم فیلمت. فیلم قشنگ بود؟ داشت این فیلم چقدر سیاهه. دیگه همینه دیگه. زندگی همینه. زندگی دیگه ببروره که رفتیمه. چیزی نمیتونم برم. چرا من اجازه نمیده برم؟ من نمیدونم چه کاری دارم دقیقا. منظورش توالته. من یه آب سرد نگرفتیم. یه آب سرد هم بگیر. انگار باید یه آب سرد هم بگیریم کم سرحال بشیم. ولی یه آبشار نیا. یه آبشار هم باید بریدیم تو دشویر. خب حالا کارا درسته. انگاری با آب جوش آب سرد هم بگیر. خب الان میگه بریم اینجا. یه درسته در حال در رو باز کردن و در رو بستن. چون اوبرامون 60. من خودم باورم نمیشه. این نگاه 60. ما نه هنوز باشگاه باز نشه. فعلا اینجا فقط ترمیم کنه. خب این 30 تا انرژی اشکال داده بریم. ببرو که رفتیم. اینجا یکم به اون شوت تو یاد میده. واقعا دانشگر. خب تو الان هست. من فکرم تو نیست. بچه یکم صدم بزن. صدم من الان تازه دارم بازی میکنم. مگرنه همه رو میتونم براتون صد بزنم. یکم صدم بزنیم چون یکم نمیره بالا. چون این بدیش اینه که اصلا نمیره بالا. من خود سعی کنم بره بالا. خیلی سعی کنم با این انگوش راحت تر. من نمیفهمم چی سده. فهمیدم. من خیلی خطم از جلو شروع میکنم. من نکنم یکم رفت بالاتر. نکنم الان تازه یاد گرفتم یکم صد بزنه. این خیلی انرژی زیاد میاد. 30 تا از اون میبره. بعد الان دوباره هم میتونیم بریم اگه بخوایم. دوباره هم میتونیم بریم. ما انرژیم 100 بود. الان میشه 70. همین 70. ایسکایات من بلدم بابا. به من دیگه کازماکرو روسی میگم. به من دیگه واکشی باشی. البته فکر نکن دوست گفته باشه. ببرو که رفتیم. یه شد با توی دروازه. خود ایسکایی من خیلی خوبه. من ایسکایی خیلی خوب بلده. آخه من فیلماش هم دیدم. مثلا علی کامیکس رو دیدم چجوری گل میزنه. اصلا بازی میکنه فوتبال. بچه ها اگه دوست داشت من توی یک از ویدیو حالا بهتون میگم چجوری این بازی رو نصب کنی. حالا تو گوشی هم اونم میدونم که خیلیتون دوست دارید تو گوشی این بازی رو نصب کنید. چون که بعضی هاتون میگی این اصلا نسخه کامپیوتره نتونستی هنوز پیدا کنید. نگران نباشید من توی یک اپارتمان به هر حال بهتون میگم. خورده تیرک. یه ساعت دیگه هم بگیر. اینم خورده تیرک تموم. این یکی هم آخری بزنیم که 10 شد. آقا فعلا به نظرم بسته. خوشم داره میگه بسته. میگه الان برو کن. چی بود؟ اسمش نمیدونم. یه جایی هست مثلا تفریح میکنن شرط میبندن. اسمش کنم بال بود. داداش تو رو خدا من دوست ندارم حرف بزنم. من انگلیسی بلد نیستم. خب بابا من انگلیسی بلد نیستم. نفهمیدم خودم من چی گفتم. ای بابا من برم. من نرام برم. دوست دارم به یه جایی برسیم دیگه بازی ما رو ول کنه. خب الان که ساعت 5 میتونیم باشگاه بدنسازی بریم. باشگاه بدنسازی هم بازه ولی الان انرژی نداریم.
انرژیمون خیلی کمه. اما من میرم یه استراحت کنم انرژیم زیاد بشه. اون ساعت 6 ظهر فکر کنم 6 ظهر دیگه. نه آره دیگه 6 میشه. آره 6 ظهر دیگه. آره دیگه. آخرش خب آقا انرژی خیلی عالی. بچه ها نگاه نکن اینجا. اوف بازی داریم. خب ما رو ببینم تو تلویزی. انا من نمیدونم تو تلویزی هم آقا بسه کن بزنم. اوی گل خورد. اوی انا ناتون شد. ببور که رفتی توی دروازه بچه گل زدی. گل خوشحالی نمیدونم چه کجا کردن چی بود. این خوشحالی خنگولی کردن. اصلا یه خوشحالی خنگولی خیلی باحال نیستش. یه گل دوم خوردیم که بابا من خدا شد تو تعویضی نیستم. آقا دوباره منه. خب دوباره پاس بده. خب حواله برو جلو. بابا چه موقعیت سختی هم شد. اوه توی دروازه چه گولی زدم. اوه نوکرتونم. گل حال کردی خدایی. گل حال کردی. آخ بابا گل سوم خوردیم. دوباره موقعیت من شد. ای زدم اوت. وای بچه گل نکنی خیلی تاثیر داره. یکم داره دیگه اصلا تو با آخر بازی هم باید دیگه پاس نده. خب من باید بگیرم توپشو. گرفتم دقیقا. خب نیمه اول تمام شد. یه استراحت کردیم. بچه انرژیمون خوب داره باید کردن. خب فرنه بابا گل چهارم شد. گل چهارم هم خود بابا شد یورم اصلا هیچ کاری بگم پاسی بابا گل پنجم هم خوردیم. چه تو گرفتم. اون یکی به من پاس بده بابا من 3 تا میتونم براتون گل بزنم. اگه 3 تا میتونم با الان باید فکر کنم سر بزنم. ای بابا گرفت. وای گرفت. بچه این بازی و اولین بازی ما داریم میبازیم. تو خدا منو بذاریم بیان جبران میکنم. وای اصلا عمل کرده خوب نبود. فکر 2 تا گل من زدم. وای داره تمام میشه و یه گل چیزی تمام شد. خورد زردم به ما دادم. مرسی این ویدیو تماشا کردین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. امیدوارم ویدیو لذت برده باشید.